الله عز وجل هدیه گران قیمت به نام دین به من و شما عطا نموده تا این هدیه را تحویل بگیریم و خودمون هم زندگیمون را با همین هدیه آراسته نموده و این هدیه نجات را به جهانیان تقدیم کنیم. ان الدین عند الله الاسلام، فقط یک روش زندگی نزد الله اعتبار داره و آن روش زندگی دینداری است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، تمام روش های بیدینی مردودند، غیر مقبولند، اعتبار ندارند، مهر بطلان خورده اند. این چه هدیه زیبایی است که به من و شما عطا نموده. این هدیه را چگونه به جهانیان تقدیم کنیم؟ پروردگار به ما خبر داده که انبیا که قبل از من و شما این مسئولیت رو داشتند چگونه به انسانها این هدیه زیبای دین را، هدیه نجات را، این هدیه سربلندی و افتخار را، این هدیه آرامش و سربلندی را، این هدیه امنیت و امان را به جهانیان تقدیم می کردن. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا. تمامی پیامبران برای تقدیم کردن این هدیه به جهانیان قبل از تقدیم کردن هدیه سرزمین قلبشون را آماده می کردن و آن استعداد و توانمندی را به جهانیان می دادن که این هدیه را بپذیرند. اگر زمینی هموار نباشه و اگر زمین آماده شخم زده نباشه، پاشیدن بذر به آن زمین ضایع کردن بذره و آن زمین پذیران نمیشه. سرزمین قلب جهانیان چگونه پذیرش میکنه هدیه زیبایی رو به نام دین؟ زمانی که در این قلب این نور بدرخشه که الله هست، لا اله الا الله، هدیه همه انبیا، لا اله الا الله، تقدیم کردن تمام پیامبران، لا اله الا الله، سرزمین قلبها رو درخشاندن همه انبیا با لا اله الا الله. فاعلم انه لا اله الا الله، بزرگترین علم، بزرگترین دانش لا اله الا الله، و بزرگترین جاهل یا بزرگترین نادان کسی است که از لا اله الا الله از این معنا خبر نداره و این آن علم هست که شهد الله، شهد الله، الله گواه به این علم، شهد الله انه لا اله الا هو، و فقط عالم کسی است که و اولو العلم این گواهی رو میده که لا اله الا الله. کسی که این تفکر رو داره که حل مشکلات با سرمایه و مال، خوشبختی و سعادت در سرمایه داریه، اون انسان نادان، جاهله. نذاریم که این جاهل این مسیر رو ادامه بده، به دادش برسیم با لا اله الا الله. اون انسانهایی که فریب خورده و در پست و مقام و کرسی ها سعادت و خوشبختی و عزت رو میبینن، اینها فریب خورده ان، جاهلن، اینها نادونن. بگیریم جلوشون را و نذاریم به سوی این هلاکت ها برن. لا اله الا الله. بیایید ای انسانها، مسیر سعادت و خوشبختی نزد الله. حتی اون انسانهایی که فریب خورده برای برآورده کردن خواهشات نفسانی خودشون قدم برمیدارند که لذت و سعادت زندگی در این است که من خواهشات نفسانیم رو برآورده کنم. بگیریم جلو این جاهل ها را و این نادان ها را، مانند طفل نادان که جاهله داره به سوی آتش میره و دستش رو به سوی آتش دراز کرده، این هلاکت میسوزه این طفل. این همه انسان ها طفلن، الخلق همه طفلن،
جز مرد خدا نیست بالغ جز رهید از هوا. همهشون طفلن، نه دانا کسی است، بالغ کسی است، فهمیده کسی است که از این هواهای نفسانی نجات حاصل بکنه، بلکه لا اله الا الله در قلبش بدرخشه و الله رو مقصود قرار بده. یا لا اله الا الله انبیا تقدیم میکردن، به خاطر دستور داده شده فعلم، ای حبیبم بدان و ای جهانیان بدانید و ای امت به جهانیان بگویید که و این علم رو بهشون تقدیم بکنید که انه لا اله الا الله الف لام میم الله لا اله الا هو اننی انا الله لا اله الا انا. چه زیباست این نغمه و چه زیباست این باور زمانی که در قلبها می درخشه و انسانهایی که به سوی هلاکت ها دارن میرن با این علم زیبا به اونها رحم بکنیم و اونها رو به سوی لا اله الا الله بیاریم تا که هر قلب فریاد بکنه الله از من چه میخواد و آنچه که الله میخواد آن رو برآورده کنم. همین اسمش دینه و همین هدیه دینداریه که الله از من چه میخواد. با صفاترین زندگی الله چه میخواد، بست و ذلیل اون زندگی که مال و سرمایه از من چه میخواد، بی ارزش آن زندگی که خواهش نفسن از من چه میخواد، بی قیمت و ارزش نداره اون زندگی قوم من از من چه میخواد. اینها را از این قوم پرستی ها، از ذلت مال پرستی، از ذلت پست پرستی، از ذلت خواهش نفسانی پرستی انسانها را نجات بدیم با لا اله الا الله. فقط الله. فریب خورده بشر، اکثریت قاطع بشر امروز به سوی غیر الله میره، فکر میکنند که از اونجا مشکلات منحل میشن، به سوی غیر الله میدوند، فکر میکنند سعادت از اونجا به دست میاد. اما کلا، هرگز چنین نیست. انسانها راه خوشبختی، راه سعادت ففروا الی الله. این نغمه زیبای لا اله الا الله به این امت داده شده. جوان مسلمان قرن 21 به داد بشر برست. امروز بشریت به سوی هلاکت میره، حالشون رو قرآن بیان میکنه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا. توقهای خطرناکی، توق مال پرستی خوفناکه در گردنهایشون افتاده و این توق زنجیری که با این توق اونها رو به پستی آورده که مال چی میخواد، جلوی مال کرنش میکنه. این اشرفترین مخلوقات جلوی یک مال بی ارزش، این دنیا که کل قیمتش به اندازه پر پشه نیست، این چقدر فریب خورده، این توق او رو به این پستی آورده مال به دست بیاد الله رو ناراضی میکنه. این چرا به این آفت گرفتار شده؟ این باور در قلبش ضعیفه که لا اله الا الله. زمانی که این باور تو قلب میشینه هرگز این توقه ها او رو پایین نمیکشن. دختری خبر میشه، من رفتم تو اون محل که بابام از بانک پول ربا گرفته. اول سعی میکنه که باباشو نصیحت کنه اما بابا گوش نمیکنه. شروع میکنه به روزه گرفتن که ربا من توان اینو ندارم که ببینم بابام با تو بجنگه. فأذنوا بحرب من الله و رسوله. جنگ با الله و رسول سخته. چرا؟ اما فریب میخوره، باورش اشتباهه. لا اله الا الله هنوز تو قلبش کامل جای نگرفته. از یک طرف روزه، از طرف دوم هیچ چیزی رو از اسباب خونه که بابا میاره استفاده نمیکنه که اینها بوی ربا دارن. این مال فاسده، منو فاسد میکنه.
کارخانه‌ای که مواد اولیش فاسد باشن تمام تولیداتش فاسد میشن. اگر انسان رزقش حلال نباشه اعمالش درست نمیشن. بزرگترین آیه قرآن از نظر کلمات در مورد درستگی معاملات یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. یک آیه طولانی ترین آیه قرآن برای که معاملاتمون درست بشن. این دختر فقط از گاوی که پدر بزرگشون از طرف مادری هدیه داده از شیر او فقط استفاده میکنه. از یک طرف روزه و از یک طرف کمبود غذا. روزی میاد که این طفل، این دختر بیهوش میشه، برمیدارن میبرنش درمانگاه، بیمارستان، دارو میارن. ما وقتی که این دختر بیهوش میاد داروها رو استفاده نمیکنه. باباش میپرسه چرا دخترم داروها رو استفاده نمیکنه؟ میگه تو خبر نداری؟ مادرش میگه ظرف 2 ماهه که این دختر تو هیچ چیزی از چیزهایی که تو خونه میاری استفاده نمیکنه و 2 ماهه که این دختر روزه میگیره که بابام با الله اعلان جنگ کرده، خطره و از این ضعف بیهوش شده. این داروها با پول تو هستن، استفاده نمیکنه. قلبها در اختیار الله هست. همون لحظه قلب پدر منقلب میشه و فوراً میره بانک و تمام تصفیه حساب میکنه و بعد از اون برای همیشه توبه‌گار و دوست الله میشه. مهم اینه که این باور تو قلبش اینه. لا اله الا الله. چه زیباست نطق لا اله الا الله که وقتی که ما این هدیه را به جهانیان تقدیم میکنیم با گفتن لا اله الا الله، مسلمان تو خبر داری که با این هدیه تو برای اون انسانی که از تو بپذیره جنت واجب میشه. لا اله الا الله، جهنم برای او برای همیشه حرام میشه. لا اله الا الله، تمامی گناهان قبلی او منهدم میشن. و چه زیباست که نور ایمان در قلبش میدرخشه. ما که سالهاست از این نعمت بی بهره ایم که بریم به جهانیان، به برادر و خواهرهای انسانی ما هدیه لا اله الا الله تقدیم بکنیم. با صفاترین زندگی اون لحظه است که با شرفترین عمل اون عملی است که بلکه بالاترین عمل تو لأن یهدی الله بک رجلا واحد خیرا لک من حمر النعم. از بزرگترین سرمایه دنیا این بالاتره که یک انسان رو توسط تو پروردگار هدایت بده. اون لحظه ای که لا اله الا الله میخونه ما دوریم از این نعمت ها. و من احسن قولا ممن دعا الى الله. بزرگترین دعوت غیر مسلمان به اسلامه. بزرگترین هدیه من و شما برای جهانیان دعوت لا اله الا الله به جهانیانه. هنگامی که این مجرم، این انسانی که از الله فاصله گرفته، این انسانی که سالهاست در قلبش اون تاریکی کفر اون قلب رو سیاه و آلوده کرده، وقتی که لا اله الا الله میخونه چه منظری است.